این قانون از سرش من به او مخالف بودم، زیر هستم در این قانون خلاف دستورات الهی است، خلاف پیغمبر خدا را سنتش است، خلاف آزادی دین است. من خیلی افسوس میکنم که خطایی آموختن ممکن است، انگلیسی آموختن ممکن است، خوب فرانسوی آموختن ممکن است، روسی آموختن ممکن است. هر کدامتون میتونن برای اون معلم فرانسوز و معلم خطایی گیریم، پول تیم ممکن است، اما مسلمان فرزندش قرآن تعلیم دادنش ممکن نیست. این خیلی باعث افسوس است. وقتی که من در صحنه‌های تلویزیون میبینم مسیحی‌ها راهبرای حکومت تفلکان خرسانشون همراه عبادتخانه‌هاشون میبرن، من خیلی افسوس میخورم که حکومت ما تفلکان ما را از این سعادت محروم کرده. این خیلی قانون ظالمانه است. شاید اگر من دم نکرده باشم، به هر حال این قانون خلاف دستورات الهی است. میتونه هر یک آدمی بیادب در پیش راه مسجد گیر دو بچه ها رو نموند مسجد آمده، اما دیگرانش من طرفدار هستم برای خواندنشان، برای مکتب رفتنشان ما طرفدار هستیم. من طرفدار هستم که در ساعتهای درسی فرزندای ما در مکتب باشند، دانشجویای ما در دانشگاه ها باشند، اما بیرون از درس وقتهای تعطیل میتونن عبادت را حاضر. این امر خدا هست. ولی حال شما باری مشاهده کردید که یکون کارمند نه در مسجد ما این مشاهده نشه، اما بسیار آدم شکایت کرده. حتی در مسجد من پیش چوکایچی شنیدم رئیس محله با پاسپورت بچه ها رو به مسجد مونده است. کدام بچی که از 18 سال پایان است از مسجد گردانده است، از 18 سال بالاش مسجد راه داده است. مسجد پیش اداره اسپالکام. این اذان آواز انشاءالله تا قیامت خاموش نمی شود. این آواز روز تا روز بلندتر صدا می‌تید. من از دشمنان اسلام، من از یهود و مسیحیان خفه نیستم، من از کسانی خفه هستم که اونها را پدر و مادرشان مسلمان هستند، اونها را اجداداشان 1300 سال مسلمانند و در عائله مسلمان تولد شدیان و خوشان مسلمان میدانند، اما نمیخواهند آواز اذان بلند براید. من از اونها خفه هستم که اونها روز قیامت به بلال چطور رو پرو میشوند، روز قیامت به صاحب اذان به محمد چگونه رو پرو میشوند. وقتی که پیغمبر خدا از اونها پرسد که ای فلانی برای چی در وقتی منصب دارید آواز اذان پس کردی، نخواستی که آوازش بلند شود، اینها چی میگویند؟ من غم اینها رو میخورم، چی بگفته باشم؟ اما بعد به اینها از این منبر رسول اکرم میگویم که اینها نمیتونن این آواز خاموش کنند، زیرا که صاحب این اذان الله است، صاحب این اذان جبرائیل است، صاحب این اذان اسلام است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. کدام روزه که آواز الله اکبر از روی زمین برداشته شد و خاموش شد، آن روز عالم تمام می شود. شما این خوب دانید